داستان امروز آواز بزغاله. روزی بود و روزگاری یک گرگ درنده بود که در بیابانها به سر می برد و با شکار آهوها و خرگوشها و حیوانات صحرایی شکم خود را سیر می کرد. روزی از روزها که گرگ مشغول گردش بود، وقتی بالای تپه بلندی رسید، پشت تپه را نگاه کرد و صحرای پهناوری را در برابر خود دید. کمی دورتر در نزدیکی یک آبادی گوسفندان بسیاری دید که در صحرا پراکنده بودند و میچریدند. گرگ گرسنه همین که گوسفندها را دید از تپه سرازیر شد و در یک چشم به هم زدن خود را نزدیک گوسفندها رساند و بره کوچکی را که از گله دور شده بود به دندان گرفت و خواست برگردد و در گوشه آن را بخورد. اما ناگهان سگ گله او را دید و واق واق کنان به طرف گرگ حمله کرد. گرگ همانطور که بره کوچک را به دندان گرفته بود پا به فرار گذاشت و سگ هم دنبال او دوید. گرگ در حالی که میگریخت با خودش میگفت عجب گرفتار شدیم. تا حالا که همه‌اش گرسنگی و بیابانگردی بود، امروز هم که به این سرزمین پرنعمت رسیده ایم، این سگ حسود نمیگذارد یک وعده غذای سیر بخوریم. گرگ میدوید و سگ هم به دنبالش. چون گرگ خیلی از سگ میترسد، بره را به زمین انداخت تا جان خودش را در ببرد و سگ از دنبال کردن او دست بردارد. اما سگ همچنان او را دنبال میکرد تا اینکه گرگ به رودخانه رسید و از ترسی که داشت با یک خیز به آن طرف نهر آب پرید. سگ هم که نمیتوانست از روی آب بپرد آن طرف نهر آب ایستاد. سگ در حالی که نفس میزد گفت ای گرگ خونخوار، حالا که به رودخانه رسیدی از چنگ من در رفتی، اما اگر دفعه دیگر گیر من بیفتی بلایی بر سرت بیاورم که در داستانها بگویم. گرگ جواب داد عجب سگ حسود بدجنسی هستی. مگر من به تو چه بدی کردم که نگذاشتی بعد از 2 روز گرسنگی یه لقمه خوراک چرب بخورم؟ سگ گفت چه بدی کردی؟ گناه تو این است که بیکاره و بیرحم هستی. میخواستی بره بیگناه را بکشی و بخوری. گرگ جواب داد بله، من همه اینها را که گفتی هستم، اما مگر خودتو چه کار میکنی؟ مگر غیر از این است که همان بره را از چنگ من درآوردی تا خودت بخوری؟ تو هم میرفتی یکی دیگه رو میگرفتی و میخوری، نه اینکه چشم نداشته باشی این را ببینی و دنبال من بیفتی و این یکی را هم از من بگیری. سگ گفت آفرین به این هوش، چون هنوز نمیدانی که من گوسفندها را نمیخورم، بلکه من همراه آنها میآیم تا نگذارم حیوانات درنده‌ای مثل تو به آنها اذیت و آزاری برسانند. گرگ گفت این هم نشان نادانی توست، حیوان بدبخت. مگر بیکاری که از گوسفندها مواظبت کنی و مرا هم از خورد و خوراک بیاندازی و خودت هم نخوری؟ اگرم نمیتوانی آنها را شکار کنی، پس میخواستی از سر راه من کنار بروی تا من یکی از گوسفندها رو بکشم و سهم خود رو بردارم و بقیهش را هم تو بخوری و بعد هم با هم رفیق باشیم و هر روز همین کار رو بکنیم. سگ جواب داد نه خیر، لازم نیست برای من دلسوزی کنی. دوستی با تو هم برای من ننگ است. تو رو میگویند گرگ خونخوار و مرا میگویند سگ با وفا. من افتخار میکنم که وظیفه شناس و درستکار هستم. نگاه کن، این گردنبند زیبایی که به گردن من است نشان افتخار من است. گرگ میان حرفش دوید و گفت خوبه، همه اینا که گفتی به یه پول سیاه نمیارزه، چون که تو بعد از این همه دوندگی و جوش زدن تازه محتاج دیگران هستی. اما من اگر هر روز یه خرگوشم شکار کنم تا فردا سیر اون برای خودم آزادم. هر جا درختی و سبزی هست میشینم به آواز پرنده ها گوش میدم، میام میرم و همه هم از من میترسن. سگ جواب داد هیچ اینطور نیست، برعکس خودت از همه میترسی و با این همه ادعا که گرگ درنده هستی از من میترسی، از چوپان میترسی، از آبادی میترسی، از مردم هم میترسی. سگ این را گفت و به طرف گله برگشت. چون نزدیک غروب شده بود، همانطور که هر روز عادت داشتند، بره‌ها، میشا، بزها و بچه‌هایشان را جمع کردند. سگ جلو میرفت و گوسفندها دنبال او و چوپان هم پشت سر گله و به طرف آبادی روانه شدند. گرگ خونخوار هم که آن روز ناامید شده بود با خود فکر کرد بهتر است در همین صحرا بمانم. هرچه باشد اینجا نعمت فراوان است. بیابانهای دیگر مثل آبی بود که ماهی نداشت و شکار گیر نمی آمد، اما این صحرا مثل دریایی است که ماهی دارد و اگر امروز به تور ما نیفتاد فردا می افتد. بعد چون میدان را خالی دید جستی زد و از رودخانه پرید این طرف و مثل آدم‌هایی که دشمن را دور می‌بینند و پهلوان می‌شوند صدای خود را بلند کرد و با فریاد گفت فردا همه را می‌درم. من از هیچ کس نمی‌ترسم. به من می‌گویند گرگ خونخوار. هاپ هاپ هاپ. آن وقت کمی در صحرا جستجو کرد.
و دوباره برگشت، روی یک تپه دراز کشید و به هر صدایی از همه طرف گوش میداد و نقشه میکشید که فردا چگونه سگ را غافل کند و چوپان را بترساند و از گله گوسفند ببرد. روز بعد تازه آفتاب صحرا را روشن کرده بود که از دور گله گوسفند پیدا شد و چوپان با چوب دستیش و سگ با گردنبند افتخارش آنها را همراهی میکردند. همین که گوسفندان مشغول چرا شدند، سگ گله جست و خیز کنان اطراف صحرا را وارسی کرد و با وضع ترس‌آوری صدا کرد تا اگر دشمنی در کمین است بداند که سگ حاضر است و حساب کار خودش را بکنند. بعد هم رفت بالای یک بلندی و نزدیک چوپان ایستاد. گرگ خونخوار هم که ترس گلویش را گرفته بود بی صدا از پشت سایه علف‌ها به هر گوشه‌ای سر می‌کشید و می‌ترسید جلو برود تا اینکه عصر شد و موقع برگشتن گله به آبادی فرا رسید. باز هم سگ از جلو به راه افتاد و چوپان چوب دستی خود را تکان میداد و گوسفندها را صدا میزد تا همه را جمع کرد و دنبال سگ گله راه انداخت و خودش هم چوب دستی را روی دوش گذاشت، دستهای خود را به آن آویزان کرد و از پی آنها روان شد. وقتی آنها کمی راه رفتند، گرگ دوباره رفت روی تپه و دید یک بزغاله کوچک که پایش میلنگید از گله عقب افتاده و با گوسفندهای دیگر فاصله پیدا کرده. گرگ با سرعت به طرف بزغاله دوید تا او را بگیرد. این بزغاله از وقتی که مادرش او را زاییده بود پایش شل بود و خیلی غصه داشت. میدید بزغاله های دیگر دائم جست و خیز میکنن، این طرف و آن طرف میدوند، ولی اون نمیتواند پا به پای آنها بازی بکند. این بود که مدت‌ها غمگین بود. یه روز به مادرش گفت مادر جان، یا پای من را درست کن، مثل همه راه بروم، یا من دیگر از خانه بیرون نمی آیم. چون که نمیتوانم مثل دیگران بازی کنم، یا اگر دشمنی به من حمله کند من نمیتوانم فرار کنم. من اصلا از این زندگی بیزارم. من نمیخواستم پایم لنگ باشد. چرا باید پای من شل باشد؟ مادرش که بز هوشیار و زیرکی بود جواب داد بچه جان، زیاد هم قصه نخور، چون اگر کمتر بازی میکنی عوضش میتوانی بیشتر در فکر چیز یاد گرفتن باشی. اگر پایت شل است یا میلنگد میتوانی با کارهای خوب و رفتار پسندیده خودت را عزیز کنی. اگر نمیتوانی از دشمن فرار کنی میتوانی با فکر و تدبیر و حیله بر دشمن پیروز شوی. مگر آدم‌ها را نمی‌بینی که بعضی نابینا هستند و بعضی نقص دیگری در بدن دارند، ولی باز هم هنری یاد می‌گیرند و دانشی به دست می‌آورند و اخلاق خوبتر پیدا می‌کنند و همیشه هم عزیز هستند و امیدوار و خوشحال زندگی می‌کنند. بزغاله کوچک این حرف مادرش را همیشه به خاطر داشت که هرچه عوض داره قصه نداره. امروز هم وقتی دید نمیتواند با پای لنگ از چنگ گرگ فرار کند فکری به خاطرش رسید. این بود که چند قدم به طرف گرگ پیش رفت و به او گفت ای گرگ توانا، خوب کردی که خودت آمدی، چون من ضعیف هستم و نتوانستم زودتر خودم را به تو برسانم. گرگ که انتظار داشت بزغاله فرار کند از این حرف تعجب کرد. ایستاد و پرسید یعنی چی؟ با من کاری داشتی؟ بزغاله گفت میخواستم پیغام چوپان را برایت بیاورم، چون امروز هیچ اذیت و آزاری از طرف تو به گله گوسفندان نرسیده. چوپان من را که بزغاله ظریف و خوش آوازی هستم پیش تو فرستاده تا اگر مایل باشی آواز خوبی برایت بخوانم که در موقع خوردن گوشت من بیشتر از خوراک خود لذت ببری. گرگ خونخوار با اینکه خیلی گرسنه بود از خوش‌زبانی بزغاله مغرور شد و فکر کرد اگر بخواهم مطابق رسم پدران خود رفتار کنم باید زود این بزغاله رو بخورم، ولی حالا بهتر است خوشتر زندگی کنم و اگر آواز این بزغاله از صدای مرغ‌های صحرایی بهتر باشد بد نیست که وقت خوراک با آواز او اشتهای خود را بهتر کنم و هر روز بره‌ای از شعبان بخواهم و جشن خوبی داشته باشم. اگر هم دیدم آوازش خوب نیست که خودش را میخورم. این فکر را کرد و به بزغاله گفت خب بهترین آوازت را بخوام ببینم. بزغاله گفت ساز هم بزنم؟ گرگ گفت بزن، ساز و آواز با هم بهتر است. بزغاله یه تکه چوب را که چند قدم دورتر افتاده بود نشان داد و گفت پس اجازه بده آن نی را بردارم. بزغاله چند قدم دورتر رفت و آن تکه چوب را برداشت و به دهان خود نزدیک کرد و به بهانه آواز خواندن ناگهان از سوز دل فریاد جگرخراشی کشید که صدایش به گوش چوپان برسد. چوپان پشت سر خود را نگاه کرد و مانند برق و باد با چوب دستی خود به طرف بزغاله دوید. هنوز گرگ از آواز بزغاله چیزی دستگیرش نشده بود که چوپان را بالای سر خود دید و دیگر قدرت فرار کردن نداشت. چوپان گرگ را به خوبی ادب کرد و بزغاله را در آغوش گرفت و به سلامت به گله رساند.